سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به این ویدیویی که از کانال گیمینگ لورد هست. ما آمدیم با یه ویدیوی جدید، ویدیو رفلک. ما اسم این رفلک رو از یوتیوبرهای خارجی برداشتیم و رفتیم دانلود کردیم. و بچه ها بهتون بگم که این رفلک رو ما اول تست کردیم و بعد تصمیم گرفتیم که ویدیوشو بذاریم. لایک و سابسکرایب یادتون نره بچه. این روزا یوتیوب لایک ها رو میپرونه، حتما نگاه کنید ببینم لایکتون مونده یا نه. خب ما لینک رفلک رو داخل چنل تلگراممون گذاشتیم و از اونجا و رفلک رو دانلود کنید و بریم سراغ آموزش. خب اول که روی رفلک رو دانلود کردیم روی فایل های شخصی کلیک میکنیم، فقط یک بار رو میزنیم، بعد استخراج میزنیم، پایین صفحه استخراج میزنیم با همین نامی که هست گزینه استخراج میزنیم. برای اینکه من چند بار این برنامه رو حذف و نصب کردم برای اینکه تستش کنم، این صفحه بالا میاد و شما انجام شد رو میزنید و رفلک رو دانلود میکنید. یکم طول میکشه چون که نرم افزار گوشیتون داره برنامه رو چک میکنه. خب و نصب شد. و حالا برای اونایی که میگه این برنامه برای گوشی شما مضر است، میرید تو گوگل پلی، روی اکانتتون کلیک میکنید، سپر ایمنی پلی رو میزنید، این چرخ دهنده بالا رو میزنید و این دو گزینه برای اونها روشنه. این دو گزینه رو کلیک میکنن، روش کلیک میکنن و این دو گزینه رو خاموش میکنن و میرن رفلک رو دانلود میکنن. خب و بچه بازم میگم لایک و سابسکرایب یادتون نره. این روزا یوتیوب لایک ها رو میپرونه، اوضاع نت هم خرابه، نمیشه درست ویدیو گذاشت و فعالیت کرد. خب روی رفلک میزنیم و مجاز کردن مجهز رو روشن میکنیم. این حتما باید روشن باشه. خب یک کادر سفید رنگ میاد، روی گزینه سبز رنگش میزنیم و اجازه دسترسی رو بهش میدید و از اینجا پایین صفحه نوشته اد گیم، یعنی گیمتون رو اضافه کنید، گیمی که داخلش لگ میگیرین رو اضافه کنید. من مثلا داخل کالاف لگ میگیرم، بتل رویال کالاف لگ میگیرم، کالاف رو اضافه میکنم، روی کالاف کلیک میکنم و کالاف اضافه میشه. اینجا روی کالاف کلیک میکنم و کالاف اضافه میشه. خب و حالا میخوایم وارد کالاف بشیم و رفلک بزنیم، روی کالاف کلیک میکنیم و این گزینه قرمز رنگی است. برای اینکه من نتم روشنه تبلیغات بالا میاد، اول نتتون رو خاموش کنید. خب من نتم رو خاموش کردم، روی کال آف دیوتی کلیک کردم و حالا شما رم رو انتخاب میکنید. من رم رو نادم روی 4 و FPS رو نادم گذاشتم روی 90 FPS و فریم ریت هم گذاشتم همون روی 60 فریم ریت و این صفحه بالا میاد. گزینه آبی رنگ رو نزنید، گزینه قرمز رنگ رو بزنید. خب گزینه قرمز رنگ رو که میزنید ساب میکنید، یه گزینه میاد که نوشته اگه اشتباه نکنم والت 10S، یعنی 10 ثانیه صبر کنید. خب بعد ضرب در رو میزنید و گزینه سبز رنگ رو میزنید. خب بچه ها، همونطوری که داخل ویدیو دارید میبینید ما وارد کال آف دیوتی با رفلک شدیم. این گزینه، این خط که پایین کال آف دیوتی ماه و قرمز رنگه، این گزینه همون رفلگه
و اگر روش کلیک کردید حواستون نبود روش کلیک کردید میخواین بکشینش پایین، یه گزینه اگزیت داره، اگزیت رو نزنید، یه گزینه کنارش داره اونو بزنید و این صفحه بسته میشه. خب بچه ها لایک و سابسکرایب یادتون نره، خیلی نیاز به حمایتتون دارم. امیدوارم که همیشه شاد و خرم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.